شما نامتون چی؟ نامم نورقای و گلغنچه. شما مادر چند نفر فرزند هستید؟ من مادر 6 نفر فرزند. فرزندا همه خانه‌دار؟ 3 دختر 3 بچه، همه خانه‌دار، همه با فرزند. شما مکتب کی تمام کردید؟ من مکتب 72 سال. استاداتون کی بودند؟ استاداتون کی بودند؟ استادم من اونایم مرده رفتگی. ملا عشور، شیر علیو، یولداشف شام نماندند. دوست فنار مانده. کمپری دارستان چی بودند؟ چواشوا پاولینا. مویل استازاما. چی کار میکردید تا بروزه؟ یکون کار میکردید؟ من خانه ده فرزنده ده نگاهی بینی فرزنده من خانه ده. کتاب میخوندید؟ میخوندم. من کتاب میخونم. من چی کتاب بخوندید؟ کتابای من بدیهی میخونم دائما. کدام کتابی بدیهی خواندگی هستید؟ من کتابی حاضر من کتابی وی خواندم. 12 دروازه بخارا، فاتح نیازی رامنش، وفا با همین نبیرابو هم کتاب خواندن یاد میتید؟ میتیم دائما میگم خونیتون کتابای بدیهی گریتون جهان بینی سخندانی زور میشه. گفتم چی میگونم دائما. اصلا این کتاب شما چی منفیت دیدید؟ من خودی که من کتاب میخوانم، خودی که من راحت وای میکنم، خودی که من دم میگیرم، کلیم کشاده میشه. دائما من میخوانم کتاب. تلویزیون بیشتر تماشا میکنید یا کتاب بیشتر میخونید؟ از تلویزیونم کتاب چی میکنم من. دوست میدارید؟ این کتابا شما از کجا بگیرید؟ من میوبم دم میکوام. از کی دسترس میکنید؟ کی میتید شما؟ من کتابا ملوبران در کتاب خانه میگرفتم. صداهای شرخ میخواندم. سوری اون چی ده. آواز تاجیک گفتگی گازیته هم شنیدگی هستید؟ میدونم میخواندم من آواز تاجیکم. خیر این روزای آخرم آواز تاجیک میگیرید؟ خبر دارید؟ نه حالی من دادرم یک دوشنبه ده این چی شده کار میکنه. معلم هست قرار. از هوای گفته بودم که کتاب بیا فرستو من ده کتاب های اینچه. کتابی ها با کدام زبان بیشتر میخونید؟ من زبان تاجیکی نست کتاب های. آفرین. وزبیکی هم میخونم. اون کتاب با سرکم نمیره. شعرم از یاد میدونید؟ میدونم شعرم. کن یک شعر خوشرو بگید. از کلاسیک. فرقش نیست از کدامش نباشد. شعر عبدالرحمن رودکی. عبدالله رودکی. بوی جوی میلیون آیت همه، یاد یاری مهربان آیت همه، ریگ آموی و درشتی راهی او، زیر پایم پرنهان آیت همه. میر ماه از تو بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آیت همه. میر سر از تو بخارا بوستان، سر سوی بوستان آیت همه. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر نزدت مهمان آیت همه. همین شعر داری مکتبی خوندگید؟ از یاد کرده است؟ دوری مکتبی؟ تو خیلی در یادتون هست؟ اولی هیا. کدام شاعر بود ایستم شعر های. باز از کدام شاعر میدونید؟ میدونم. بعدم این جامعه میدونم ایستم ده های. مرزا ترسنزاده بود. یعنی مرزا ترسنزاده میدونم. گری گوید کدام با شعر میدونید؟
عبدالرحمن جامی: به دندان رخنه در پولاد کردند، به ناخن در را خارا بریدند، فرو رفتند به آتشدان نگونسار، و پلکی دیده آتش باره چیدند. بسی بر جامی آسانتر نماید، که بار منتی دونان کشیدند. این جامی. آفرین آفرین آفرین. این خیلی شروع میخواند. شما اکن یک دوی شروع، یک دوی نیک و خیر گوید. همه توجیکان، همه انامین اهل دههی سرچشمه را و جوانان یک دوی شروع خواند که اینا کتاب خوان شوند، شعر خوان شوند، آدمای خوب شوند. دعا کنید. همه فرزندان من خوانند، به خواندن اونچه شوند، کتاب خوان شوند. دائما کتاب، اول کتاب خوانند. یا شاه ای تلفن این هیچ نی، کتاب خوانند. کتاب یک اونچه میابید، بهره میابید. ولی من هشتم مرد زنای تبریک کنم گفته اونچه کردیم، تیاری دیدیم. کنی مرحمت تبریک گوید. از خوزر تبریک گفتن گرید. مرحمت. السلام علیکم مادران، اپاها، خواهران، دوگانه های عزیز. همه شمایان را من به روز آزادی زنان هشتم مرد تبریک و مبارکباد گفته و شمایان عمر دراز، رزق فراوان، زندگانی بردوام، فرزندان برکمال آرزو نموده. میخواهم که به کارهای امروزه و آینده تان موفقیت های نو و نو آرزومندم. وقتا که زنان ما در زیر فرنگی بودند، سال 1810 در کپنهاگن پایتخت دانیا کنفرانسی زنان و دختران گذشت که در آن کنفرانسی زنان و دختران شده گذشت که رئیس زنان و دختران کلارا سیتکین برآمد نموده زنان تمام دنیا را آزاد اعلان نمود. و از ما روز این جانب زنان ما یک جای با دختران در کارخانه های صنعتی، در مؤسسه های دولتی، در زواد و فابریکا یک جای با مردان محنت میکنند. چه خیلی که شاعری زبردست خلق تاجیک میرزا ترسونزاده گفته است: زن اگر آتش نمیشد خام میماندیم ما، نارسیده باده در جام میماندیم ما. زن اگر ما را نمی بخشید عمری بردوام، بی تخلص بی نسب بی نام میماندیم ما. زن مادر این آفرنده انسانیت می باشد. از داستان جان شیرین هم میدونید؟ میدونم. کنی گوید. داستان جان شیرین دو مصره میدونم ده. هر جا آب را از روشنایی کن قیاس، دوستان را با نگاهی دلشناس. شاعرا از سوختن داری خبر، پس مکن از آتشی سوزان حذر. مویلو بخوری که میرزا ترسونزاده جان شیرین رو بستیدیشون؟ جان شیرین رو جنگ آفرین. باز از شاعرای امروزه یگان شعر میدونید؟ خودی که اکن کلیم ده نمیدارم. اکن نمیدارم؟ میخونم همونای میخونم وقت اونچه کردن نمیتونم. نبیراتو به شعر یاد میتید؟ یاد میتیم. دوی من باشگاه گفتم ایستم که خونه همه شعرهای یاد گره خونه. کتاب خونه ملتری کتاب خونه. کتابای بدیه خونه من سخندانیش جهان بینیش دور میشه که بعد دیگه بود در سایم. شما به فکرم معلمه میشودید؟ بسیار خوب بود. نه نشدیم. منم 10 ساله با بهای علا تمام کردم. بعد نرفتید یک اونجا خانه؟ نه نشده. چی برای چی نشد؟ نماندن.